اعتراضات مردمی در ایران در چندین نقطه تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت. اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر با سر دادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که شام شنبه 13 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد اعتراضات شبانه علاوه بر نقاط در تهران در شهرهایی چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نیریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت. گروهی از معترضان در صحرای خیام شهر قزوین شعارهای نظیر مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. اعتراضات جاری در ایران که دست کم 7 کشته بر جا گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت.